حالا شده هر کاری میکنی باز احساس رضایت نکنی؟ همه میگن کارت عالیه ولی تو فقط میگی نه کافی نیست، باید بهتر میشد. احساس میکنی یه صدای منتقد دائم تو ذهنت هست که ولت نمیکنه. اگر این حس برات آشناست احتمال زیاد با یه پدر یا مادر کمالگرا بزرگ شدی. پدر مادر کمالگرا یعنی چی؟ پدر مادر کمالگرا معمولا خودشون آدمای سخت‌کوش و مسئولیت پذیرین، ولی یه مشکلی وجود داره. اونها به کافی بودن باور ندارن. برای اونها هر کاری باید بهترین باشه، بدون اشتباه و بدون ضعف. مثلا وقتی بچه امتحان داره و 19 گرفته، به جای اینکه بگن آفرین خیلی خوب شد، میپرسن چرا 20 نگرفتی؟ اون یه نمره کجاست؟ اینجا معمولا نیت پدر مادر بد نیست، فقط میخوام بهتر بشی. اما پیامی که به ذهن کودک میره اینه من فقط وقتی ارزش دارم که کامل باشم. این پیام تو ذهن ما چه کار میکنه؟ وقتی بزرگ میشی اون صدا دیگه پدر مادرت نیست، بلکه یک منتقد درونی میشی که دائم قضاوتت میکنه. میخوای کاری رو شروع کنی، اون صدا میگه اگر قراره کامل نباشه ولش کن. از اشتباه کردن میترسی چون درس گرفتی که اشتباه مساوی با شکست و بی‌ارزشیه. بعضی وقتا حتی وقتی موفقم میشی باز حس خالی بودن رو داری، چون مغزت فقط دنبال نقص میگرده نه لذت و پیشرفت. حالا باید چیکار کرد؟ اول از همه باید اون صدا رو بشناسی. وقتی صدای منتقد ذهنی اومد مکث کن و از خودت بپرس این صدا رو از کی یاد گرفتم؟ پدرم، مادرم یا خودم؟ قدم دوم اینه که تمرین کنی خب کافی رو بپذیری. یعنی کارت لزوما نباید عالی باشه تا ارزش داشته باشه. اگر کاری کردی که به اندازه خودت خوب بود همین کافیه، چون هدف رشد کردنه نه بی‌نقص بودن. قدم سوم، به جای تمرکز روی اشتباهات تمرکز کن روی پیشرفت‌هات. هر بار صدای باید کامل باشم رو شنیدی به خودت بگو من دارم یاد میگیرم نه مسابقه میدم. یادت نره تو لازم نیست کامل باشی تو دوست داشتنی باشی. کامل بودن یه توهمه، اما انسان بودن واقعیه. اگر حس میکنی با صدای انتقادگر درون درگیری داری، از یک مشاور یا روانشناس کمک بخواه. لایک و سابسکرایب یادتون نره.